پیامبر ما میگه به نزد نفر بردنم که ملائکه ها دست هاشون در لبهای این آدم می انداختن، لب این آدم پاره میکردن. هم طرفی بگیم دو طرف پاره میکردن، هم طرف بینی میرفتن، هم طرف چشم میرفتن. خلاص تمام چهره این آدم پاره پاره میکردن. چقدر اذیت، چقدر خاری، چقدر عذاب. پیامبر گرامی گفتن این نفر کی هست که به این حالتی با دشوارتر از او مبتلا هست؟ این دو نفری که حضرت با همراهی داشتن گفتن که این آدمی بود که سحر از خانه بیرون میبرامد، تا برگشته آمدنش فقط کار این دروغ گفتن بود. ببینین فقط دروغ گفتن. خواهرها و مادرها و پدرها و برادرای خیلی گرامی، زمانی که شما دروغ میگوین جزای دروغگوها را ببینین چی است، چقدر عذاب دارن، چقدر مشکلات دارن. من در حدیث خواندم از پیغمبر گرامی من که میگه وقتی میگه حضرت پرسیدن که بزرگترین گناه چیست؟ گفت شرک به الله. گفتم بعد از این چی؟ گفت پدر و مادر به حرمتی کردن. گفتم بعد از این چی؟ حضرت میگه وقتی که این سخنها را میگفت در حالت تکیه بود، نشست در جای خود. چی گفت؟ گفت الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور. میگه گشته برگشته دروغ دروغ دروغ. یعنی چقدر دروغ تاکید کردن که از همه گناهی و از ترین در پیش خداوند این دروغ گفتن است. برای همین الله رحمت کند جناب جنونی را. میگو ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضرب تبر دید. یعنی هر ستونی را که میبینین در مسجد میگه به خاطر که راست است، بهترین مکان که مسجد است به مسجد میارنش. لیکن هر یک چوبی را که میبینین کجای، او را میگه با ضرب تبر میزنن، راست میکنن. دروغ هم خواهرها و برادرای عزیز عاقبت چه بینین که چی احوال است. و دیگر چیزی را دانین که دروغ ریسک انسان کم میکنه. دروغ آب و روی تو را از بین میبرد. دروغ تو را به اعتبار میکند، تو را به اعتنا میکند، تو را دیگر حتی قیمت و منزلت قدر تا از بین همون نفرهایی که داری از همون هم بیرون میکند. برای همین دروغگو دشمن خدا هست. این دویم نفری بود که پیامبر با او واخورد.